کودک کی کی؟ بله. چه کار میکنی؟ همین اینا باید کنم پشانی. خب میبینی هوا ابری حال بارش میکنه بعد تر میشه، چه ریت کاری میکنی؟ خیلی دیگه چیکار کنم؟ بخواب کنم. بعد باد داره. این فرد دو طرف مطلب بارش بس که نمیشه. چیکار کنم دیگه؟ کنم باد داره. آخو تو یک کار کن. به خونه باجه خود زنگ زدم. گفتم بریم شیخ خدینا بالاخره قصه کنیم شه میمونی ناشیم. حال بریم یا پیشین بریم؟ دیگه دل شما حال میریم پیشین میریم. خوبه به خدا ببریم میمونیم شب بخیر. دیگه من دیخ شدم به خدا. شب زمستون بریم قصه میکنیم. میگی حال بریم خدی تو اشته؟ درسته میگی باشه برم. رفته بچه رو بعدی کنم میریم. خوبه کارا خوبه که به پینم بیا که بریم. کلمو درد میکنه. بله باشه. شتن تیاری شکو میشه به جامعه میای هم بسته فامیل میای ها خوب خوش بیاین بخیر بیاین خدا حافظ شما خیلی از خوش من میای اما در عقل ندارم اینو که شب زمستون سیکو خودی جلو پسته خود با تو بیا به تا سر بیا که من به تو گوش لندم با بار کنم تو کی نیکاکو نمون که بیایی تو که میایی خوش بیایی مدا ایتا فیلم تو بزی کن که خود تو کیف کنی پس مگر از این درس ها میتونی رگت کنی بری به خونه خوب عباس بله بابا بیا گیری بله کو سلام تو سلام علیکم خازو خونه آمده بیرو کنه آمدم بابا میگم کتاب چه قلم داری پیش خو ها وزو خونه برو کتاب چه قلم ورده بیاره چرا بابا تو اخی بیا اخی کار داری بابا سال من 12 بابا شما نمیگذارین که من یک چیش خیلی باشم تو همونه خیلی باش اگه میگی خب بابا قیق نکشین دیگه چی گپ که شما یک سر قیق میکشین خاله جان شما میایی و تسرمه خاله من آره بابا بیاردم میگم بگی نوشته کن خب چی نوشته کنو بابا تو فیلم چی سر کنیم بابا میمونی خورده شب زمستونه اون فکر نمیکنم بگی بابا یک چیز دیگه همین مادر منم همین خالم چیلی میکرده تو هم خالم میایه بابا خب گفتم من که دست دونو دیونه شدم من نمیفهم که چه کار کنم خود شما گناه شما نه چرا اینجا زن میکردین که باجی شما میشد اشتباه کردم بابا بگین دیگه بگی نوشته کن تا به ساعت 2 بجه شب بابا یک سر کخ میزنم و چلی میکشم خالم ازم همه گنده تره چی نوشته کنو بابا نوشته کو که ما همگی به سرانه خب همه ما مریضیم خب بفهمید به شفاخانه که چی خاطر که خالت اینا میاین که واسه نیاین ببینن کاغذ به در سرا زده بگم که نیم اینا به سرا خود این نوشته که میزنم به در سرا یاره بابا چی بابا شما من واقعا که کلام کردیم به شیری بابا یاره بعد چیزی بگی نوشته کو دیگه گپ بکن به شما اشپل هست گفتم تو تماشا کن خیلی بابا نوشته کنم نوشته کن خب چی نوشته کنم نوشته کن که همگی مریضیم نه دیگه بابا من نیم من تیارم هم شما هم که تیارم بابا گردن خود بسته نکنین گناه داره بابا جان این فیلمیه ما نمیگه که ما مریضیم خب بازم نوشته نکنش خدا ما همه مریضیم نه من مرگمه اینه تو چی کردی؟ من نیم مریض تو چی کردی؟ تو کار نگیرک بخول تو تیاری باشی من مایم ببین که هم گپ که ببینی که دکتر من پیچگری کنه میترسم تو از اول مریض بودی بگی بابا دیگه ما همه مریضیم ایش کدوم بسرانی هیچ کدوم بسرانی بدون گله هیچ کدوم بسرانی بابا نوشته کنه بدون گله خب گیلک مار دیونه که بغض کمو گپ زنه
بابا ها. یه حرفا از این خوتکه که بزی نمیبینم مگم برو قلم توش که خوب خود یک ورق کلونه خوب برو بیا بله، دیگه ببین. اول میاردی دیگه هر حال میارم ایش دیده میشه دیده نه میبینی تو میبینم که من نمیفهم چی نمیشته. که من نمیبینم از این خوب اینو ایش نمیبینم دیگه ایش نمیبینم که بفهمم بابا دیگه من چی میفهمم؟ برفته کتابچه را آورده آنه بابا اول اون خورتکه کنم که بیارم میفهمم که چی نوشته یه سه کن اشته ورق کلونیه حالی خوبه دیگه نمیشته که منطقه بدون از من بدون گله. تو از اول مریض چوب کن اما اون مریضیم بگیم همه میریزیم انحالی میفهم باز انحالی خط بیترین خط آنه بابا نوشته کدام سکو اشته درست چی نمیشته؟ سکو سکو ما به سران نیم آفرین همه ما مریضیم آفرین برفتیم به شفاخانه آفرین معلوم نیه که به کدو شفاخانه هستیم خوبه دیگه وقتی چسب آمرد چسب بیاموردیم برم درس راخ بزن برو درس رو بزن بده با شما برون خود ازی بابا. خودم وقت چینگاهت که بگیره. بابا وقت هرچی تو بده آره بابا بیشتر. وقت آره بابا بیشتر. میگو روش کنی کسی شما نبینه از یقم سایه دیگه نه بریم انحال باجه بیا میمینی بخورک اگه پس دگت نکردی نرفتی پس بخونی خوب فهمه چینیو برو بخیر از تو بخیر از من بسلامت میمینی میای میخوری خواه خوردی مگم مر بخوری باشه برو یک چسب بستونم خوبه نمای چسبتر کن. چسب نمیگیره از اینا بزه نه سب. همیشه بزه آفرین چنه چی نگامه. جواب ندی جواب ندی نه بیاین بابا بیاین. ما به سرانیم اما ما مریضیم برفتیم به شفاخونه معلوم نیه به کدوم شفاخونه هستیم چی رقم میگم کاغذ زدم بیاین که در بالاشیم بابا. در برو به اینا بگی خود بس مریضی برسازی بابا من بزیر کستی خواهی میشم برو تو بزیر کشتی. خب این کاغذ ندیدی کی چسبونده گیلک عباس بچسبون برای خونه خواه گیلک و عباس بچسبوندن برفتن پس به سرا صحیحه چرا تو کار کردم معلوم نیه دیگه کارا گیلکه
بگیر تو بالا شو. میتونی بالا کنی. بالا شو. نه واقعا داخل. روش کن نفتی خب. بالا شو. ما خود صبح برای از اینا زنگ زدم گفتم ما میاییم گفتم ما به خونه این بیاییم. بده کاغذ دست خودت. بهش رفتی. خداوند شفای بده. نه مرده باشم همینو. نیه زنده هم لازم کنیم نو. باجه. چه کار شده اینا؟ باشه سعی کن. خب بریم باشه سعی کنیم. نگفتم ما به شفاخونه ایم. اینجا چی کار میکنن؟ تو باجه. مریضم. ابو مادم بفته که میت تیاره. چه کار باجه بگیم با ما. سلام میچه. جاماتو باش کسته گیلا. نه سلام های بطر. سعی کنین خوشلوچه. کاش که میدم خواهر شما رو می آوردم. شما گفتیم بیار خواهر من گفتم نه به حرف شما نکردم. کاش که می آوردم که میدید که هنه دوماد نمیت فیلم اینا همه فیلمه. ما زنگ زدم بر اینا زنگ زدم که ما میاییم گفتم ما با خونه ایم. ما چی خبر داشتیم که ایتا نشه. آن یا کاغذ اینا ای هم خود اینا که از ما تیارترم. باز معلوم هم نی به کدوم شفاخونه ایم. این چی نه؟ خب اگه ما واقعا میخواستیم ما نیاییم خب ما زنگ میزنیم که نیاییم. باشه خود خود مریضی بندازه. این چی کاریه؟ وای 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 ای هم باجه داری. خب ما که یک عالم دنیا که ما نمیخوردیم. بله میخوردیم بله. سر شما ما ای خدا. شما نه که به سر از این باجه این حساب میکنه که باجه من رو چه کار کنم سه کنی گیلک سادیه بزی تو کارایش تا فکر میکشه با چه میخینی گیلا؟ اینه یا باز کجا میدی باز کجا رفتی بری؟ برفتم بابا برفتم. بابا من این جان جان. برفتم هر دوی باجی من بیامده با برام مفروغ دارم بیا وردیدم ایت ان لقمه ور میداره دم که اون میکنی صحیح نمیکنه شما بابا بزرگ گوشت لحنه داده که تا زمان زنده باشی دیگه اگه اومدم به زندگی اسمم را کردم خالمش تو بلبل زمینی میکردم فقط بیشتی دو صدای نو اشته و تل بازکه نگو فقط من بعد میگه خالم تا به صبح چلیم میکشم چلیمی چی میکنی تو صبح کوخه میزنم اکسره او مادر تو که پیشم نشینم چلیمی بر میدم یک منیم تمکن دوت میکنم اکسر خونه اصلا طاقت نمیشه باشه برم بابا سه کنم خوب شد برفت. برو سکو در سر بسه کدم بده موزه فکر نکنم بلو که مفخور میگردم که فقط میکشیم بعد چیزی بده میمونا به چی طریقه خونه پس این تو خوبه دیگه نگم